بکنن، خودشون اعلام بکنن. $1000 اینجا هست، از سن دیگو $1000. 1100 از نیویورک، 1200 پارس تیوی. دوباره یه رقیب جدی هست از پارس تیوی انگار. 1300 از نیویورک. دوباره 1400 ونکوور. $1400 ونکوور. 1500 پارس تیوی. 1600 توکیو. $1600 توکیو. 1700 پارس تیوی again. $1800 New York City. $1900. No, we have 800 from New York City. No, it's it. ترجیح میدم واسه $10 من بذارم نیویورک. 2000 پارس تیوی. $2100 نیویورک سیتی. $2100 نیویورک سیتی. $2100 نیویورک سیتی. با اینکه توجه بکنید توی برنامه 25 جولای ما داشتیم عده خیلی زیادیو که اتفاقا خیلی تازه شروع شده و دونیشن ما اینقدر نیازهای مالیمون کمتر بود. خیلی سخت به $2000 اومدن تا رسیدن به $2000 و الان من دارم میبینم همینطور داره از این مبلغ بالا میره. $2100 نیویورک سیتی. $2200. لس آنجلس. $2200. $2200 لس آنجلس. $2300 سان دیگو. به خدا من اینجا قسم میخورم که هیچ کدوم از اینا هم بازارگرمی نیست. یه دونه از این آدمایی که اینجا دارن حمایت میکنن رو من تا حالا ندیدم. 2400 from Pars TV. 2400. $2400 پارس تیوی. پارس تیوی هم که فکر نکنم با ما گاوزنی داشته باشه، گاوبندی داشته باشه. 2500 تا. 2500 تا. شما که شوخی میکنی اینجا. شما نه it's continue. هنوز ادامه داره. 2500 تو. نه 2400 تا بدیم. 2500 تا. 2500 تا آخریه دیگه. $2600 هست. لس آنجلس. به افتخار لس آنجلس. باور کنید شما الان یه دونه تابلو ساده نامربوط به هر جنبشی از یه نقاش خیلی ساده بدون داستان بخواید بخرید، من فکر من رفیق نقاش تو ایران زیاد دارم، اونا قیمتاشون رو $5-6 هزار دلاره. نه تابلوهای اینقدری، تابلوهای خیلی کوچیک‌تر، نه اینکه وابسته به تاریخ یه جنبشی باشن و 3 تا تابلو هم بیشتر نباشه که تو تاریخ یه کشوری باقی میمونه، تو تاریخ آزادی خواهی دنیا باقی میمونه. من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینا ارزش داره، خیلی بیشتر از اینا. $2600 آخرین قیمته. $3000 کسی رو داریم؟ 2 1 2 3 حمایت از جوونا هم هست. الان به من اشاره میکنم میگن آقای سهیل توکلی. خب من فکر نکنم بالای 30 سال نیست. سهیل کوشی سهیل دستتم بالا بر ببیننه. تو این ببین این موهاش سفید شده، این چیز نیست، این پیر نیست، این از غم و غصه موهاش سفید شده. $3000 داریم اینجا. $3000 لس آنجلس همون مبلغ آخره. دوباره تشویقش میکنیم. این مبلغی بوده که نقاش گفته، واقعا تشویقش. ببرم
بای 3000 تا با شما بیشتر دارین. آکشن رو تموم نمیکنن تا وقتی که آخرین مبلغ رو بزنن. ما چیزی نداریم با این قضیه. 3100 دلار ونکوور. ماشاءالله خودشون هم صداشون انقدر بلنده که همه شنیدن دیگه. 3100 دلار آمریکا، نه 3000. اینا بعضی زرنگی هم میکنن 3100 دلار استرالیا اعلام میکنن. حواستون باشه ما اینجا دلار به آمریکا میگیریم. لس آنجلس چقدر؟ 3200 است. 3200 آخرین بید. $3,200. من از اینجا دیگه میشمرم دیگه. از لس آنجلس 3201 3200 تو میگم تا 9 میشمریم. چه 3300 تا از سن دیگو 3300 تا از سن دیگو 3400 تا هنوز هم خانم از لس آنجلس. تلویزیون پارس دنبالتون میگردن. 3400 تا آخرین بید از سن دیگو. سوال از لس آنجلس معذرت میخوام. 3400 تا از لس آنجلس. یک ما راستش عوض میکنیم تو 3000. ما هنوز یک رو نگفتیم. 3500 تا از سن دیگو رو اعلام کردن. خود با 3500 تا الانه. من میخوام سهیل توکلی به درخواست خودش یه شعر از آقای شاملو بخونه، از مرحوم استاد شاملو، شاعر تحول ایران. من میکروفون رو میدم خودشون براتون شعر بخونه. خیلی ممنونم از همه شما.